سببش در چیه که همین کمیتری رو می نویسین. اینه ایش الله هدایتان کنه. خداوند توفیق بندگی را عطاتان کنه. باشه کامنتاری های نمیشدگی می نویسی، هر کس سخن می نویسی. ها خیریه؟ چی کار میزنی؟ تو شد ما به گریه نکن گریه نکن شد اکو شد من میدونم خفه شدی تویم آدمی خیلی نشده است آخه خیلی تماشا کن ویدیویی و کامنتر ننویس فوائدات نمیرسد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد دوستان عزیز، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را از تمام بیماری نگهبان باشه و جمله مسلمانانی که بیمار هستند الله اونها را شفای کامل عاجل عطا بفرماید. خصوصا برادران و پا خواهرانی که سحر و جادوشون کردگی هستند از سبب سحر و جادو یعنی فرزنددار نمیشوند. و بسیاری برادران می نویسن که آیا خواندن به پول است یا نه. و بسیاری برادران می نویسن که اینها همش پستناوه. یکیش که الله همه ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرماید. و بسیاری برادران میگن که پول میگیرن در کامنتری می نویسن. پیش از آنی که می نویسیم یعنی ادرسای ما در روی اکران نوشته شده. در بسیاری ویدیوها من گفته گستن میکردم پیرامید دم 29 میتونین که با جو مکان ما را بیاین ببینین. الله اولش که همون شخصی که پول طلب میکنه یعنی از جای ما بسیاری برادرها طلب میکنه در دوام ویدیو میگم گپام خصوصا از جو مکان ما با خاطر خواندن کدامی که پول طلب میکنه الله اول خار و ذلیل و نیست و نابودش بگردانه ای جوی ما. و دیم شخصی که تهمت میکنه که هذا بهتان عظیم یعنی شخصی که تهمت میکنه و گمانی بد میکنه الله اونها را توفیق بده و اگر سزاواری توفیق نباشه خداوند اونها را خار و ذلیل و نیست نابودشم گردونه. بچه خاطر میره سخت میگم به خاطر که قهرمان میکنه غضبمون میکنه از سبب اونه که الحمدلله به خاطر الله همین کارو ما کرده سوداییم. بعضی برادرها را مثال ما خودمون شخصا ما خودم والله زنگ زدگیم پرسان کردگیم بعضی هاش 5-6 هزار طلب میکنن برای رقیه شرعی خواندنشون و بعضی هاش وایت ایگشه یعنی همش والله شوید دارم قتیم زنگ زدیم 10 تا 12 هزار میگه 10 هزار 12 هزار طلب میکنه اگر جیم برومد یعنی مینت نشوه زیاده 10 هزار آدم جینش بروردیم ایون کسی اونها پول طلب کردگی نیستیم تنها به خاطر الله. وقتی که ما این خیلی کمیتری های شما را میبینیم اصلا خراب میشوه. به چی خاطر؟ به خاطر که هر آن کاری که تو میکنیم به خاطر الله که کردی از پشت از قفا میخزین این خیلی گپا میگن اصلا خراب میشوه. یعنی خودت که همین کار کردن نمیتوانی چرا؟ مثلا دیگه کسا را سنگزنیش میکنیم هر کس این کار از عهدهش نمیبره و هر کس به کله نمیگیره و بسیاری برادران میگن میگم چه میگه از پشت فلان داموله اومدیم میگم مادامی که داموله باشه چرا خودش نخوان میگه گفت که پس نه من نمیخوام که جینا من غم میتن عذر میتن ما یعنی بسیاری کسانی که همین کارا میکنه یعنی زندگی بر دوام نداره یعنی دولگ زندگی نمیکنه بسیار زندگی نمیکنه عمر اونها کوتاه هستند یعنی فقط ما تکیهمون به الله میکنیم و من یتوکل علی الله فهو حسبه هر شخصی که توکل شه به الله میکنه برای او بسنده است. ما توکل به الله میکنیم و تنها به خاطر الله کمک میکنیم هر اون چیزی که با دستمون میآید ما سبب میشیم الله ذوالجلال شفای کاملشون عطا میکنه. وقتی که نمیتونی کرده التماس هم گپای قبیحانه نمیسین الله اول همه ما و شما را توفیق بندگی عطا فرماید برای راست هدایت میکنه. و بسیاری برادرها و اپا و خواهرایی که سحر و جادوشون میکنن و جینشون میزنه از سبب بینمازیشونه. نمازها را بخونین طاعت عبادت الله کنین. اون نمازهایی که شما برای گالچکه میخونین برای اینکه که نماز خواندی ها و خواندم اون نمازها الله اعلم که قبول شوه. الله اعلم یعنی خدا دانست که اونها قبول میشن یا نه. برای که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر بدیسی که نماز انسان باز میداره از چی؟ از فسق و فجور و از کارهای منکرات.
یعنی وقتی که انسان گناه کرد نه چی نماز او قبول نمیشه، به خاطر که نماز را باز نداشت. یعنی نمازات قبول نمیشه. از آیات قرآن یعنی دلیل میگیریم. یعنی حرکت کنیم، گناه ها کم کنیم، توکل به الله کنیم، از الله سبحانه و تعالی طلب کنیم. بسیاری برادرها یعنی ردنامه میگیرن، نماز میخونن، نه دیگه و دیگه و دیگه، توکلشون به همون میکنن و از الله ذوالجلال که اونها را خلق کرده است از اون فراموش میکنن. الله سبحانه و تعالی فرموده است که نسوا الله فنسیهم. الله سبحانه و تعالی فرموده است که و اذا سالك عبادی عنی فانی قریب. هر وقت که بندگان من از من سوال کنن من با اونها قریب هستم. هر آن چیزی که میخواهین از الله سبحانه و تعالی طلب کنین. استغفار بسیار بگین. بسیاری برادران هستند که فرزنددار نیستن. بعضیش از سبب سحر و جادو میشه که فرزنددار نمیشوند. و بعضیش مثال حامله دار میشن، یعنی وکیدش میکنن، یعنی کودکا میغلطن از سبب چی؟ از سبب جین و سحر و جادو. یعنی ما الحمدلله سبب شدیم و بسیاری برادر، بسیاری اپا و خواهرها یعنی حامله دار شدن و بعضیش تولد کردن نمیتونستن، اما الله سبحانه و تعالی شفاشون داد، جینشون که برآمد، یعنی صاحب فرزند شدن. یعنی ما برام به خاطر اینا گفته ایستیم که مثال ما را پخوالید کنن، یعنی چی کنن؟ به خاطر اونه که مثال بسیاری مردم فکر میکنن که ما این کارا به خاطر یگان خیب یا اینکه به خاطر پرسماتر که ایستیم. یعنی همون ویدیویی که ما میگذاریم از 100% 1% ما میگذاریم. خب با هم خاطر پیش از آنی که مثال همین کمیتاری قبیحی می نویسین اول فکر کنین که چی کار میکنین. یعنی اما هر شخصی که بگیم مقداری او رو علم خودش گپ زنه، چند که فهمیش داری با فهمیش خودت گپ زن، با همراه هم شخصون گپ زن. مثلا یک تاخی سبب شده نمیتونه که ما صوفیست باشیم که سلفی و که وهابی و دیگه و دیگهش. الله ایدیل همه انسان آگاه است. یعنی ما کرتای دراز پوشیم، همیشه تسبیح در دست ما ذکر بگیم و قرآن در دست ما باشه فقط به تلاوت، اما ظاهریمون ایخیل باشه، یعنی باطنیمون ایدیل ما الله سبحانه و تعالی آگاهه. خب با اون خاطر گمانی بد نکنین که الله سبحانه و تعالی فرموده است که این بعد الظن اثم. بعضی گمان ها گمانی یعنی گناه کلان هستند. این بعد الظن اثم یعنی بعضی گمان ها گناه کلان هستند. با اون خاطر گمانی بد نکنین که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. شما دوری بجوید از گمانی بد، بدرستی که گمانی بد یکی از گناهان کلانترین است. و هم خاطر الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را برای راست هدایت عطا فرماید و از تمام بیماری خداوند شفای کامل عاجل من عطا فرماید. و بسیاری برادرها یعنی بیماری روحی هستن از سبب بینمازیشون. بسیاری مردم میرن میخونن شو یعنی شفا نمییابن از سبب بینمازیتونه. نمازها را بخونین، یعنی از الله سبحانه و تعالی طلب کنین و پیش یگان برادر بریم خونتونه ان شاء الله که شفا میاییم. شفا از جانب الله های. هر آن چیزی که میخواهی، هر بیماری که هست، هر مشکلی که داری از الله سبحانه و تعالی طلب کن. الله فرموده است که و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر شخصی که تقوا میکنه، پرهیزکاری میکنه، الله او را از تمام مشکل ها بیرون میگیره. و همون خاطر الله یگان مشکلی برای بالای سر ما و شما نیاره و خداوند همه ما و شما را شفا بده. موقع در امان الله. السلام علیکم.